وزارت فرهنگ تاجیکستان به ترتیب دادن فهرست آوازخوان‌ها شروع کرده است. این نهاد با دستور حکومت این کار را آغاز کرده است و با این عمل می‌خواهد ترانه‌های پرمضمون و با صفت ایجاد و تهیه شوند. این تصمیم حکومت باعث بحث گرمی هنرمندان تاجیک شده است و آن را محدود ساختن فعالیت ایجادی خود می‌دانند. آهنگ‌های پست صفت اینها میتونن که زیر توزیانه تنقید بکشند، یعنی که بگن که فلان آهنگ تو صفت پست دارد، یعنی که آهنگی که اجرا کرده جوابگوی معیارهای که امروز قوانین کشور تعیین کرده است، معیار جوابگوی این قانون‌ها نیست. اینا گفتن میتونه، اما که کاملا ممنوع کردن و یا که از بین بردن این آهنگ‌ها، این ترانه‌ها حقوق ندارند. در وزارت فرهنگ به رادیو آزاده گفتند آنها در پی انیق کردن نام‌های آوازخوان‌ها، گروه‌های ایجادی به خاطر نظارت برنامه‌های کنسرتی، سفرهای هنری در داخل و خارج تاجیکستان هستند. وزارت فرهنگ و حکومت تاجیکستان هیچ کاری را برای انجام دادن سفرهای هنری آوازخوان‌هایی که در هیچ دسته‌های هنری نیستند، در گروه‌های دولتی نیستند، هیچ کاری را انجام نمی‌دهد. بچه‌هایی که در مستقلانه فعالیت می‌کنند، آنها کارهای خودشان پیش می‌برند. یعنی که سرپرست پیدا می‌کنند، مبلغ پیدا می‌کنند و سفرهای هنری خودشان طرح‌ریزی می‌کنند و همین گونه هم اجرای آهنگ‌هایی که در همین برنامه‌های سفرهای هنریشون اجرا می‌کنند، اونم تصمیم دستی خودشان هست. تصمیم حکومت در میان هنرمندان طرفداران خود را نیز دارد و آنها برینند که با این راه می شود پیش راهی ترویج ترانه‌های کوچگی را گرفت. نفرانی که یک سخن‌های کوچگی می‌خوانند که تماما در همین فرهنگ تاجیک راست نمیاد و بسیار خوب میشد که صدی راهی انمین گونه هنرمندان میشدند. راستی شرم میکنی که اگر گویی که هنرمند هستم بعضی وقتا. فیروز حکیموف آهنگساز و آوازخوان تاجیک میگوید امکان ندارد که سراینده ها را نظارت و یا تنظیم کرد، زیرا صنعت بیانگر خود انسان است. نظر من این است که در صنعت یگان گونه سرحد و حدود گذاشتن امکان ندارد. شاید برای بعضی ها سراییدن یک نفر دغل نماید، دیگرها شاید گویند که یک نفر آبروی کشور را پایین میبرد، اما در بیشتری حالتها بعداً آن همان هنرمند دستاورد و یا افتخاری یک ملت میگردد. عالم شیرینوف آهنگساز و آوازخوانی تاجیک میگوید از یک جانب ضرورت ارزیابی عالم موسیقی و آوازخوانی در تاجیکستان به میان آمده است، اما از سوی دیگر این نباید به یک محدودیت و فشار هنرمندان تبدیل یابد. سالهای اخیر در استرادا نفرانی پیدا شدند که آنها را نمی ارزد که هنرمند نام بریم. چی در انتخاب متن موسیقی و سراییدن سلیقه آنها خیلی پایین است. اما یک چیز را باید تاکید نمایم که این تصمیم وزارت نباید در آینده درد سر بعضی هنرمندان گردد.